دکتر صاحب بیدار، میخوایم که آخرین گپای خود تبسم جان اجازه است اینجا باشم، همراه شما داشته باشم. شما نقشتان هر روز طبیعی تر بازی میکنین، مثل ای که فقط زندگی طبیعی تان بازی بکنین. نخست سلام عرض میکنم بر تمام بیننده عزیز. نقش خود که ما بازی کردیم، البته شاید بیننده فکر نکنه که شاید در اول ما باشه یا در وجود ما، نه به هیچ صورت. ولی شما چقدر طبیعی بازی میکنین. این است نظر شماست و است نظر بیننده. من تا جایی که کوشش کردیم همیشه در نقشی که بازی میکنم میخوایم که اول خود تمام دوستای ما که در ست امرای ما یک جای بودن، اینا حتی در یک طرف فیلم یوسف جان رویان مثال داده، مرا که ببینین وقتی که دکتر نقش خود بازی میکنه، این اول سر خود کار میکنه. من فقط پیش از اینکه من دیالوگ خود بگویم یا نقش خود بازی کنم، فقط یک 5-6 دقیقه یا 10 دقیقه خودم میبرم دمو حالت. بر من اونمو شاید یک ذره کمک کنه، یاری کنه. ولی در حال نام خدا هر روز آدم در هر فیلم شما را موفق تر میافه و با داشتن هنرمندای عزیز مثل شما ما آینده سینمای ما را در خارج از کشور انشالله درخشانتر و پرنورتر میبینم. انشالله که در بحثای که ما به خاطر نقد سینما، نقد هنرپیشه سینما برام اندازیم، شما را مهمان خود داشته باشیم. همیشه در خدمت دوستای عزیز خود هستیم، همیشه در خدمت بیننده. هر وقت که خواسته باشین ما در اختیار شما هستیم. سلامت باشین. رویان صاحب، از شما، از همه تیم شما یک بار دیگه تشکر میکنم و برای همه من فقط آرزو میکنم که انشالله در آینده فیلم‌های بهتر و موفق‌تر از همه ببینیم. اگر گفتنی نداشته باشین ما دیگه سوال در اینجا نمیخوایم. ما فقط یک جمله میگم، ما از گروپ خود بسیار سپاسگزار هستم. دوستداران برنامه از جهان سینما، برنامه امشب از جهان سینما در اینجا به پایان میرسه. از توجه همه شما جهان سپاس و تشکر.